در حاشیه نشست‌های منطقوی در دوشنبه پرزیدنت روسیه و آذربایجان ولادیمیر پوتین و ایلهام علیف هلاکت هواپیمای مسافربر شرکت هوایی آذربایجان در حریم هوایی روسیه را بررسی کردند. 25 دکبر سال 2024 بر اثر سقوط هواپیمای خطسیر باکو گروزنی در شهر اقتای قزاقستان 38 نفر فوت دیده، 29 کس دیگر زخم برداشتند. این حادثه یکی از سبب‌های اساسی سردی روابط دو کشور شد. پوتین اعتراف کرد که دو موشک روسیه به هواپیما اصابت نمودند. پرزیدنت روسیه از آذربایجان معذرت خواسته وعده داد که زیان آسیب دیدگان این فاجعه را جبران می‌کند. به قول پوتین اثنای آتشباران پهپاد و یا درون‌های جنگی اوکراین که در حریم هوایی چچنستان بودند، نظام مدافعه ضد هوایی روسیه به کمبودی راه داد. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО. سبب دوم به نارسایی‌های فنی نظام ضد هوایی روسیه رابطه دارد. دو موشک پرتاب شده مستقیما به هواپیما بر نخوردند. اگر چنین میشد، هواپیما همان زمان به زمین میافتید. احتمال موشک‌ها در مسافه 10 متر از هواپیما محو شده، پاره‌های آن به هواپیما برخورده بودند. به قول رهبر روس از این رو اکیپاژ هم فکر میکرد که پرنده ها به هواپیما برخوردند. روسیه به هواپیما دستور داد تا عازم شهر مخچقلعه شود، ولی اکیپاژ تصمیم گرفت که به سمت قزاقستان حرکت کند. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یکی از نجات یافتگان در این فاجعه زاده تاجیکستان سبحانقول رحیموف در صحبت با خبرنگار ریترز از شفاخانه قزاقستان گفته بود بعد شنیدن صدای ترکیش هواپیما به کلویدن آغاز نمود. فکر کردم که زود باید نمازم را خوانم. کلمه شهادت را گفتم. نام خدا را یاد کردم و به ملاقات با الله آماده شدم. تشخیص ابتدایی حکومت قزاقستان در ماه فوریه سال روان نشان داد که پاره‌های فلزی به پیکر هواپیما اصابت کردند. علیف از آن به غضب آمده بود که ظاهراً روسیه می‌خواست سبب اصلی این حادثه را روپوش کند. در واخوری دیروزه پوتین ابراز داشت که بزودی تفتیش این فاجعه مرگبار به انجام رسیده، نتیجه نهایی آن نشر خواهد شد.